من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیاتی که خواندیم در رابطه با منافقین و زجر بر علیه منافقین بود. الله تعالی بعضی از خباثات اونها را و بعضی از خیانتهای اونها را یادآوری فرمودند. و اذا جاءهم امر من الامن، هم در بیان بعضی از این صفات اونها و عادات اونهاست که الله تعالی مورد مذمت و نکوهش قرار میدهد. آنچه که در این آیه شریفه هست اینه که هرگاه خبری از اخبار مسلمانان به گوششان میرسید، چه خبر خوشحال کننده بود چه خبر ناراحت کننده و نگران کننده بود، چنان خبری که باید آنها خبر را افشا نمی کردند، پخش نمی کردند، ولی اونها فوراً خبر را منتشر می کردند، پخش می کردند و همه را آگاه می ساختند. لذا الله تعالی می فرماید وقتی که خبر خاصی به گوششان می رسید، اگر این خبر را به رسول الله صلی الله علیه وسلم می رساندند یا به بقیه مؤمنین اولو الامر، کسانی که تدبیر دارند، کسانی که صاحب رأی هستند، صاحب عقل هستند، مثل اجله صحابه، این بهتر بود. ولی اونها درنگ نمی کردند، صبر نمی کردند، با اینها که صاحبان رأی بودند مشوره نمی کردند و اخبار را فوراً منتشر می کردند. الله تعالی می فرماید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، هرگاه پیش آنان می آمد امری از امن، خبری که حاکی از امنیت بود، او الخوف، یا در آن خوفی، رعبی، وحشتی چیزی بود، اذاعوا به، آن را منتشر می کردند. خب مراد از امن مفسرین نوشتند که غلبه هست، پیروزی هست. امر من الامن، هرگاه که خبر پیروزی می آمد، چون که پیروزی حامل امن هست. هر جا که سپاه مسلمانان غالب بشه، برای مسلمانان، برای دارالاسلام امن می آورد، خطر دشمن را
کم میکند. پس مراد از امن غلبه هست، موفقیت هست. او الخوف، و مراد از خوف مغلوبیت است، شکست هست. یعنی جایی در جبهه ها خبر شکست می آمد. خب شکست باعث خوف میشه، شکست سبب میشه که بیم این برود که دشمن جلوتر بیاد. چنانچه علامه اندلسی در تفسیر بحر المحیط می نویسد ان الرسول کان اذا بعث سریه، رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه که گروهی را برای جهاد میفرستادند، سریه را میفرستادند، سریه اونی که خود رسول الله همراه نباشد، فغلبت او غلبت، این سریه یا پیروز میشد یا مغلوب، تحدثوا بذلك و افشوا، به محض اینکه خبر به منافقین میرسید با هم صحبت میکردند، تحلیل میکردند و پخش میکردند، منتشر میکردند. ولم یصبروا، صبر نمیکردند. قرآن میگه که اگر اونها پخش نمیکردند، اونها صبر میکردند، اخبار را به رسول الله منتقل میکردند، به کبار صحابه منتقل میکردند، این بهتر بود. اون وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم و بزرگان صاحبان رأی و فکر اونها تدبیر میکردند آیا این خبر را منتشر بکنند یا نکنند. اما منافقان از آن جایی که خیرخواه نبودند اونها مشوره نمیکردند، فوراً اخبار را منتقل میکردند، شایع میکردند. لذا الله میفرماید و اذا جاءهم امر من الامن، اگر پیش آنان می آمد امری از غلبه او الخوف یا مغلوبیت مؤمنین، اذاعوا به، اون را منتشر میکردند. ولو ردوه الى الرسول، و اگر آن امر را، آن خبر را رد میکردند به رسول یا به اولی الامر از خودشان، لعلمه الذین، ضمیر هو به طرف امر می رود، لعلمه الذین، می دانست اون امر را، یعنی تشخیص می داد، درک می کرد، الذین یستنبطونه، اونهایی که اون خبر را استنباط می کردند، سبک و سنگین می کردند، بالا و پایین می کردند، منهم، از همان اولی الامر و رسول، منهم یعنی من الرسول و من اولی الامر، منهم من بیانیه هست، بیان ما قبل هست. لذا اونها می دانستند که این خبر را چی بکنند، منتشر بکنند یا نکنند، ولی اونها نمی کردند. ولو ردوه لعلمه، جواب لو هست. لذا الله می فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، باز هم فضل خدا هر جا دستگیر شماست. اگر فضل خدا نبود بر شما و رحمت خدا نبود، لاتبعتم الشیطان، شما پیروی می کردید شیطان را، یعنی ضرر دینی و دنیوی بر شما وارد می شد، الا قلیلا، مگر اندکی. به این خاطر فضل و رحمت خدای عزوجل شامل حال شماست. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. در آیات گذشته بود حکم سوم این سوره بود و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الولدان الى آخره. اکنون الله تعالی من الرجال والنساء والولدان، الله تعالی باز هم بر اون حکم جهاد اینجا تنویر هست، یعنی توضیح بیشتر هست و ترغیب هست. الله می فرماید فقاتل فی سبیل الله، بجنگید شما در راه الله، لا تکلف الا نفسک، یعنی شما مکلف، تکلیف قرار نمی دهید، در زحمت و در مشقت نمی اندازید مگر خودتون را. مؤمنین را که مجبور نمی کنید. مؤمنین را چیکار کن؟
و حرض المؤمنین، مؤمنان را تحریک کن، تشویق کن برای جهاد. اگر جهاد را شما انجام بدهید، در راه خدا بجنگید، عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا. عسى الله، عسى به معنی فعل مقاربه هست، اما وقتی که گفتیم نسبتش به طرف الله باشد معنیش چیه؟ وعده، امید نیست. عسى الله وعده هست که اگر شما بجنگید، این حکمت جنگ هست، حکمت جهاد هست، ان یکف بأس الذین کفروا، جنگ کسانی که کفر کردند خداوند باز بدارد، یعنی شما را از شر اونها، از مضراتی که اونها وارد میکنن خداوند شما را باز میدارد. والله اشد بأسا، خداوند از نظر بأس و جنگ شدیدتر هست، جنگ الهی با کفار. و اشد تنکیلا، و سختتر هست از نظر تنکیل. تنکیل اینجا به معنی تعذیب، عذابی که نکال باشد، عذابی که عبرت باشد، یعنی بسیار سخت دشمنان خودش را به عذاب گرفتار می کند. تنکیلا بنویسید در آخرت. وعده الهی بیشتر برای آخرت است، در دنیا بعضی ها را الله مؤاخذه می کند. بله، حرض المؤمنین فرمود، تحریک مؤمنان و انگیزه ایجاد کردن در مؤمنان چه اجری دارد. تبلیغ برای جهاد، تشویق برای جهاد چه پاداشی دارد. الله می فرماید من یشفع شفاعتا حسنه، هر کسی که شفاعت بکند شفاعت حسنه، یکن له نصیب منها، برای خودش هم نصیبی از آن است. ببین مراد از شفاعت حسنه چیه؟ موعظه حسنه هست. منظور از شفاعت حسنه موعظه حسنه. مثلا شما مسلمانی را تشویق بکنید، ترغیب بدهید که در راه خدا جهاد بکند، یک مجاهدی پیدا میشه، پس یکن له نصیب منها، برای شما هم سهمی از آن هست، از این شفاعت. یعنی او وقتی که می جنگد شما هم بی نصیب نیستی، گویی شما می جنگید. یا شما کسی را تشویق می کنید، موعظه می کنید برای انفاق فی سبیل الله، اون در راه خدا خرج می کند، دین پیشرفت می کند، شما هم نصیبی دارید، شما بی نصیب نیستید، در اون اجر سهیم هستید. پس این علت حرض المؤمنین هست. علت حرض المؤمنین، ای پیغمبر مؤمنان را برای جهاد موعظه بکن، انگیزه در اونها ایجاد بکن، تحریک بکن. چون که من یشفع شفاعتا، هر کسی شفاعت بکنه شفاعت حسنه، یعنی موعظه خوبی انجام بده، یکن له نصیب منها، هست برای خودش نصیبی از آن. و من یشفع شفاعتا، هر کسی که شفاعت بکند شفاعت سیئه، یعنی مردم را به کار بد وادار بکند، مردم را به کار منکر راهنمایی بکند، موعظه سیئه انجام بدهد که با تشویق این مثلا تحریک بشه، مسلمانان به جان هم بیفتند، مسلمانان را با هم به جان هم بیندازد، اختلاف درست بکند. یا کسی که تشویق می کند برای گناه، برای کاری که گناه است، برای منکر، کسی بساط منکر را ترتیب میده، تهیه می کند، با تشویق این انسان، خب اون کسی که منکر را انجام داده اون گناهکار است، این هم سهمی در اون گناه دارد. و من یشفع شفاعتا سیئتا، شفاعت بدی، یکن له کفل منها، هست برای این شفاعت کننده کفل یعنی باری و سهمی از آن. و کان الله علی کل شیء مقیتا، الله تعالی بر هر چیز مقیت است. مقیت دو معنی داره، یا مقتدر توانا، یا اینکه مقیتا معنیش هست حافظ و نگهبان، بر هر چیز محافظ است، هر چیز را الله تعالی محافظت میکند. خب و اذا حییتم بتحیه، هرگاه که شما تحیه شدید، یعنی از طرف کسی شما به شما سلام گفتند. خب ببین بحث سلام
که سلام هست، خوش آمدگویی هست، با این بحث چه ربطی دارد؟ این بحث جهاد بود. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید این هم متعلق به ما قبل هست، این موضوع جداگانه نیست. و اذا حییتم معنیش اینه که هر وقتی که داعی جهاد آمد، کسی که شما را تشویق می کند، کسی که شما را به جهاد ترغیب می دهد، به موعظه حسنه ترغیب می دهد، داعی الی الخیر پیش شما آمد، شما استقبال خوب ازش بکنید. چیکار بکنید؟ استقبال خوب ازش بکنید. مثلا اون میاد سلام میگوید، شما جواب سلامش را به نحو بهتری بدهید. اون میگه السلام علیکم، شما بگو و علیکم السلام و رحمت الله، همونطور که در حدیث آمده در تشریح این آیه، رحمت الله را اضافه بکن. اون اگر گفت السلام علیکم و رحمت الله، شما بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بس این در واقع سلام گفتن و تحیه و خوش آمد گفتن به چه کسی هست؟ به داعی خیر، داعی جهاد. بحث جهاد بود. الله می فرماید و اذا حییتم بتحیه، وقتی که تحیه گفته شدید، سلام گفته شدید با سلامی، فحیوا باحسن منها، پس شما سلام بگویید به بهتر از آن، منها از آن تحیه، بهتر از آن تحیه، او ردوها، یا خود همان تحیه را رد کنید، یعنی خود اون را بدون کم و کاست بهش برگردانید. و ان الله کان علی کل شیء حسیبا، بدون شک خداوند بر هر چیز حسیب است، حساب میگیرد از شما، محاسبه میکند. الله لا اله الا هو، اینجا خداوند مجددا مدعا را تکرار میکند. ادعا توحید فی الالوهیت است. هیچ خدایی، هیچ معبودی لایق پرستش و عبادت نیست بغیر از او. الله لا اله، جهاد هم برای اثبات همین هست، انفاق هم برای پیش برد و پیشرفت این نهضت است. الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی است که هیچ معبودی نیست الا هو مگر او. لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه، حتما الله شما را جمع می کند. لیجمعنکم الی یوم القیامه، الی اینجا به معنی فی هست. خداوند شما را جمع می کند فی یوم القیامه، جلاله نوشته فی یوم القیامه، در روز قیامت، قیامتی که لا ریب فیه، هیچ شکی در وقوع آن روز، در اون حادثه‌ای که اتفاق می افتد شکی وجود ندارد. و من اصدق علت است. و من اصدق چی هست؟ علت است. چرا شک نیست؟ چون که آیا از خداوند صادقتر میبینی؟ صادقتر کلامی از کلام الله تعالی میشنوی؟ و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی صادقتر است از خدای عزوجل از نظر حدیث، از نظر سخن؟ سخن الله صادق است. پس این چیه؟ این علت لیجمعنکم الی یوم القیامه، حتما شما را خدا جمع می کند، به دلیل اینکه الله آنچه که میگوید درست میگوید. فما لكم في المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا. خب بسیاری از منافقان بوده. اینجا حکم سلطانی دیگری هست، حکم حاکمانه دیگری هست، چهارمین حکم است. ما از ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، احکام سلطانیه را شروع کرده بودیم، این حکم چهارم هست. گروهی بودند از منافقان که اینها آمده بودند مدینه طیبه خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به ظاهر ایمان آوردند، اما به شهر خودشان برگشتند. اونجا بیرون
از مدینه روستاهای خودشون، جاهایی که خودشون داشتند و اونجا بر علیه مسلمانان اینها کار میکردند، کفار را، مشرکین را حمایت میکردند، با اونها همدست بودند، با اونها به نوعی حلیف بودند. لذا مسلمانان که وقتی که جهاد میکردند با هم اختلاف داشتند که آیا با آن منافقان بجنگند یا نجنگند. خب گروه معتقد بود که باید با اونها جنگ نشه، چون که خداوند اجازه نداده با منافقین که بظاهر مسلمانند بجنگیم. اما گروه دیگر میگوین که اونها با کفار هستند، باید با اونها چی کرد؟ جنگید و اونها همکاری دارن با کفر. الله تعالی اینجا به مسلمانان تذکر میده که چرا شما درباره این منافقین دو گروه هستید. اینها کسانی هستند که الله تعالی اینها را برگردانده، منحرف کرده، لذا اینها قابل هدایت نیستند. معنا و مفهوم آیه این است که هر وقتی که در جنگ مواجه شده با اونها هم بجنگید. اینها چه منافقانی هستند؟ منافقانی که با کفار و مشرکین همکاری دارند، پشتیبانی میکنند آنها را در جنگ. خب من اینجا یک آیه که قبلا خواندیم اون آیه را خدمت شما یادآوری میکنم. ما خواندیم یا ایها النبی جاهد الکفار، غالبا در سوره تحریم بود، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیغمبر با کفار و با منافقان جهاد کن. خب اکثر مفسران میگفتن جاهد الکفار بالسنان والمنافقین باللسان، با منافقان جنگ و جهاد هست با زبان. ولی اونجا خدمت شما عرض کردم که هر جا جنگ با منافقین با زبان نیست. در بسیاری از موارد هست که جنگ با منافقین با شمشیر هم هست. همه منافقان که در این قاعده نیستن که باید با اونها جهاد نشه. خیلی از منافقان بودن که بیرون مدینه، همونجا خدمت شما عرض کردم، بیرون مدینه و با کفار حلیف بودن، با کفار هم پیمان بودن. وقتی که جنگی با کفار صورت می گرفت دیگه اون منافقین هم در جنگ می آمدن، با اونها هم جنگ می شد. همین منافقین هستند. پس اگر ما اون آیه را هر دو را بالسنان بگوییم، هم با کفار بجنگیم با شمشیر، هم با منافقین بجنگیم با شمشیر، همین منافقین هستند، نه اون منافقینی که مثل ابن ابی و امثالهم در کنار رسول الله در مدینه طیبه زندگی می کردند. الله می فرماید فما لکم فی المنافقین فئتین، چی شده شما را در منافقین دو گروه هستید در رابطه با منافقین. والله ارکسهم بما کسبوا، ارکسهم یعنی سرنگون کرده، خدا اونها را برگردانده. روح المعانی تفسیر کرده ردهم الی الکفر. ارکسهم یعنی چه؟ ردهم الی الکفر، خداوند آنها را به کفر برگردانده به سبب آنچه که کسب کردند. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، آیا شما اراده دارید که هدایت کنید کسانی را که خدا گمراه کرده به دلیل عناد؟ و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی را خدا گمراه بکند، نفی مختار کل، پیغمبر هم کاری نمیتونه برایش بکنه. فلن تجد له سبیلا، هرگز نمیابی برایش راهی. سبیل یعنی چی؟ بالا بینیست هدایت، یعنی راه هدایت. اگر خدا گمراه بکنه هدایت کردن کار رسول الله هم نیست. چرا این منافقین قابل هدایت نیستن؟ الله تعالی می فرماید چنان اونها در کفر غلو و افراط دارن که دوست دارن شما هم کفر بکنید. اونها دنبال کفر شما هستند. ودوا لو تکفرون، ودوا لو تکفرون کما کفروا، آنان دوست دارن لو تکفرون، لو مصدریه هست، ای کفرکم، دوست دارن آنها کفر شما را، کما کفروا، همان گونه که آنها کافر شدن، فتکونون سواء، تا شما با هم برابر باشید.
با هم برابر باشید. لذا الله می فرماید فلا تتخذوا منهم اولیاء، شما از آنان دوست نگیرید، دوست صمیمی دوست شما نیستن. البته علامت اخلاصشون اینه که هجرت کنن بیان مدینه، حتی یهاجروا فی سبیل الله، حتی برای تکمیل اسلامشان هجرت کنند. هجرت که نمی کنند، با کفار خوشحالند و زندگی می کنند و کفار را حمایت می کنند، شما پس چیکار کنید؟ فَإِن تَوَلَّوْا اگر آنان پشت دادند عن الهجره، اعراض کردن هجرت، میگن نه جای ما خوبه، در کنار کفار به دسیسه و به نیرنگ مشغولند. فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، بگیرید آنها را، بکشید آنها را هر جا یافتید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اون گرفتن و کشتن در حالت چی بود؟ در حالت جنگ بود. ولا تتخذوا در حالت امن هست، یعنی وقتی که حالت امن و صلح هست باز هم باشون دوستی نکنید. ولا تتخذوا منهم ولیا، شما از آنان ولی نگیرید، آنها را دوست و حامی خودتان به اونها اعتماد نکنید. ولا نصیرا، و اونها را یار نگیرید، مددگار خودتان، اونها هیچ وقت شما را یاری نمی کنند، از پشت شما را میزنند، اونها خائنند. البته الله تعالی گروه دوم را استثناء می فرماید. کسانی بودند از بعضی از قبائل، از همین منافقین، که اینها، ببین این گروه دوم کسانی هستند که رفتن با کفاری همسایه هستند که اون کفار با شما حلیفند، هم پیمانند، یعنی اینها دوستی دارند، همسایگی دارند، همکاری و رفت و آمد دارند با حلفاء شما، با هم پیمانان شما. با چه کسانی؟ هم پیمانان شما. آن وقت شما این منافقین را هم با اینها کار داشته نباشید، چون که اینها با هم پیمانان شما در ارتباطند. الا الذين يصلون، گروه دوم که با اونها دستور جنگ نیست، لذا بجنگید مگر با اینها نجنگید، مگر کسانی که یصلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق، میرسن اونها به قومی که بین شما و بین آن قوم میثاق هست. بین رسول الله و بین دو قوم، بنو اسلم و بنو خزاعه، پیمان بود. لذا بسیاری از منافقین خودشون را به بنو اسلم و بنو خزاعه رسونده بودند، با اونها بودند. الله می فرماید که شما با اونها نجنگید. او جاءوکم حاصر، این گروه سوم منافقین است. ببینید آن دسته اول از منافقین مجبور بودند که با اون قوم ها حلیف بشن، چون در کنار اون قوم ها زندگی می کردند، بر علیه مسلمانان می جنگیدند. خب با اونها بجنگ. گروه دوم منافقین کسانی هستند که با حلفاء شما مثل بنو خزاعه و بنو اسلم با اونها همسایگی دارند، پیمان دارند. خب چون اونها حلیف شما هستند با اینها نجنگ. گروه سوم منافقین هستند که نه با قوم خودشان ارتباطی دارند و با اونها همکاری دارند، نه با شما، فقط آمدن پیش شما میگن شما با ما کار داشته نباشه، به اونها هم میگن کار داشته. هدفشون اینه که فقط سالم بمانند، یعنی اینها فتنه انگیزی ندارند. پیش شما آمدن تا خودشون را حفظ کنند، به ظاهر اسلام را قبول کردند. پیش قوم خودشون رفتن تا خودشان را حفظ کنند، به قوم میگن ما با شما هستیم. الله می فرماید این گروه وقتی که میاد، او جاءوکم، با اینها هم نجنگید. او جاءوکم حاصرت صدورهم، یا این که پیش شما میاند، حاصرت این جمله حال هست از فاعل جاءو، میاند قد مقدره، در حالی که قد حاصرت صدورهم، سینهشان تنگ هست، یعنی دلشون گرفته
توان جنگ را ندارن. ان یقاتلوکم، من ان یقاتلوکم، من مقدر است، یعنی سینه شون تنگ هست و بند هست. من ان یقاتلوکم، از اینکه با شما بجنگند. او یقاتلو قومهم، یا اینکه با قومشان بجنگند. یعنی آمدن پیش شما، نه با شما می جنگن نه با قوم خودشان، هم با شما ارتباط دارند هم با قوم خودشان. لذا اینها هم در استثناء الا داخلند، یعنی با اینها هم جنگ نیست. الله می فرماید ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، اگر خداوند می خواست مسلط می کرد آنها را بر شما که با شما می جنگیدند. اما خداوند در دل اینها وحشتی انداخته، اینها هم مغمشون اینه که ما نجنگیم با هیچ کسی، نه با مسلمانان بجنگیم نه با قوم خودم. لذا تا زمانی که به این حالت هستند الله می فرماید که شما نجنگید. فإن اعتزلوکم، اگر از شما کناره گرفتند، اعتزال جدا شدن را اگر از شما فاصله گرفتند، فإن اعتزلوکم، اگر فاصله گرفتند، فلم یقاتلوکم، با شما نجنگیدند، و القوا الیکم السلم، سوی شما صلح انداختند، یعنی پیام دوستی، پیام صلح، گفتم ما جنگ نداریم. خب شما را هم خداوند اجازه جنگ با اونها نمیده. فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خداوند قرار نداده برای شما بر آنان سبیلی، راهی برای چی؟ برای اخذ و قتل. نه اجازه دارید که خذوهم، نه اجازه دارید که وقتلوهم. این گروه را با این گروه کار داشته نباشید. بله، گروه سومی از منافقین هستند که خداوند، این گروه دوم بود که با اینها نمی جنگیم. گروه سوم هستند که با شما مکر دارند، نیرنگ دارند، فریبکار هستند. اینها چه کسانی هستند؟ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم، هم به شما اطمینان میدهند هم به قوم خودشان اطمینان، یعنی بین شما و بین قوم هستند. اما به محض اینکه احساس بکنند که کسی از شما ضعیف هست، بر او میتازند، یا اینکه راه شرک و راه کفر هموار هست، به طرف راه شرک با سرعت می روند. اینا چه گروه افرادی هستند؟ تفسیر بحر المحیط نوشته نبه علی طائفة اخرى مخادعه، خداوند اینجا تذکر داد، متنبه فرمود بر یک گروه دیگری که اینها فریبکارند، مخادعه. یریدون الاقامت فی مواضعهم مع اهلیهم، میخواهند در جای خودشون با اهل و عیال خودشون زندگی بکنند. یقولون لهم نحن معکم و علی دینکم، با اونها میگویند ما با شما هستیم، به قوم خودشان و بر دین شما هستیم. و یقولون للمسلمین كذلك اذا وجدوا، به مسلمانان هم همچنین میگن وقتی که مسلمانان را ببینند. بحر المحیط. خب اما هرگاه که راه فتنه فراهم بشه، یعنی برای فتنه انگیزی، اینها هیچ کوتاهی ندارند، فتنگر هستند. این نیست که واقعا مثل گروه دوم که گذشت اینا میخوان خودشون را حفظ بکنن، نه، موقعیت را که مناسب ندانند کار ندارند، وقتی که موقعیت را برای فتنه مناسب بدانند فتنگرند. خدا میفرماید اینها را هر جا دیدید بزنید. الله میفرماید ستجدون آخرین، ان قریب میابید گروه دیگری از منافقین که یریدون ان یأمنوکم، آنها میخواند که شما را هم ایمن بکنند، و یأمنوا قومهم، قوم خودشان را هم ایمن بکنند، بیغم، هر دو را فریب میدهند.
كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، هرگاه برگردانده بشوند به سوی فتنه ارکسو، الان خواندیم ارکسام یعنی ردهم، برگردانده میشوند فیها در آن فتنه، یعنی در آن فتنه کوتاهی نمی کنند تا جایی که بتوانند فتنگری می کنند. خداوند می فرماید اینها اگر کنارگیری نمی کنند و دخالت می کنند، فإن لم یعتزلوکم، اگر آنها کنارگیری نکردند، گوشنشینی نکردند، و یلقوا الیکم السلام، و یلقوا این عطف بر یعتزلوکم، معنی میشه یعنی لم یلقوا الیکم السلام، اینها پیغام صلح و دوستی نینداختند، ندادند. و یکفوا ایدیهم، اینم عطف بر یعتزلوکم یعنی لم یکفوا، دست خودشون را از شما باز نداشتند، در هر فتنه‌ای برای اونها موقعیت اگر ایجاب میکرد شریک بودن با جنگ. پس شما چیکار کنید؟ فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم، بگیرید آنها را، بکشید آنها را هر جا یافتید، چون اینها مفسدن، فتنگر هستند. و اولئکم جعلنا لكم علیهم سلطانا مبینا، به دلیل فتنگریشان این گروه را الله می فرماید قرار دادیم برای شما مسلمانان، علیهم سلطانا مبینا، بر آنان سند واضح، یعنی همین فتنگری دلیل و مدرک واضحی هست که شما اجازه داری با این منافقان بجنگید. پس تا اینجا بحث منافقین که حکم چهارم بود تمام شد، حکم پنجم شروع میشه. خلاصه این حکم را که این خیلی مهم است، اینه که آیا با منافقان، چون که عموما هم علما میگویند هم مردم عموم میگویند که با منافقان هیچ نوع اجازه جنگ نیست، اونها منافقینی هستند که با ما در یک صفند، بظاهر با ما هستند، بظاهر با اونها هستند، خودشون را حفظ میکنند. اما منافقینی که در جای دیگه زندگی میکنند و انسان میبیند که این منافقین با دشمنان ما در ارتباطند، این منافقان با دشمنان ما چی دارند؟ همکاری دارند، هم فکری دارند، حمایت میکنند. این منافقین گرچه اعلام دوستی با ما میکنند، اعلام عرض کنم که مسلمان بودن میکنند، اینها را باید با اینها بجنگیم، با اینها باید جهاد بشه. قرآن دو صورتش اولی و سومی صریحا میگه با اینها باید جنگید. و ما کان لمؤمن، حکم سلطانیه پنجمین حکم را الله تعالی در رابطه با قتل بیان می فرماید. کسی که کسی را می کشد، اشتباها می کشد، خب قتل خطا کفارش چی هست؟ ببینید اگر کسی را کشته، قاتل مسلمان هست، مقتول هم مسلمان هست و در دارالاسلام زندگی می کند. مسلمان هست و در کجا زندگی می کند؟ دارالاسلام زندگی می کند. اینجا بر قاتل دو چیز است، یکی دیه هست و یکی کفاره قتل هست. توجه بفرمایید. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یعنی در شأن و جایگاه مؤمن نیست که مؤمنی را بکشد، مؤمن هرگز مؤمن را نمیکشد، الا خطأ، مگر خطأ اتفاق بیفته. الله می فرماید و من قتل مؤمنا خطأ، هر کسی مؤمنی را خطأ بکشد، فتحریر رقبت، پس آزاد کردن یک گردن مؤمنه، یک غلام مؤمنی باید آزاد بکند. و دیگه و دیت مسلمت، و همچنین دیهی که تسلیم بکند الی اهله،
به اهلش، به اهل مقتول، به اولادش، به ورثش، الا ان یصدقوا، مگر اینکه آنها چی کنند؟ صدقه بکنند. یعنی دیه را بر این قاتل ببخشند، کلش را یا بخشش را، نصفش را، اون وقت دیه بر اون نیست. خب پس غلام آزاد کند، کفاره هست. صورت دوم، ببینید صورت دوم، شما مسلمانی را میکشید که اینجا در دارالاسلام زندگی نمیکنه، در دارالکفر زندگی میکنه. مثلا شما در حال جنگ هستید با کشور کافر، کشور آمریکا، روسیه. خب اون کشور مسلمان کم نداره، شما میزنید تیری را به طرف دشمن، به طرف کافر، ولی مسلمانی اشتباهی کشته میشه. البته بحث جنگ نیست، در جنگ خب دیه نیست. همینطور شما اشتباهاً یک مسلمانی از دست شما کشته میشه، چون که مسلمان در دارالحرب زندگی میکنه، صورت دوم است. بر شما فقط چی هست؟ عرض کنم که کفاره هست، چون مسلمانی از دست شما کشته شد، اما دیه نیست. این صورت دوم. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر از قومی باشد که دشمن شماست، و هو مؤمن، و اون چیه؟ مؤمن هست، فتحریر رقبة مؤمنه، پس آزاد کردن گردن مؤمنه هست فقط، دیگه دیه نیست، چون اون در دارالکفر زندگی میکنه. این دیه را که ما بدیم، این دیه میره به دارالکفر میرسد، این دیه قابل پرداخت نیست. صورت سوم، کسی هست که بین شما و بین اونها میثاق هست، چه مسلمان، مثلا کشوری هست بین شما عهد و پیمان هست، شما اونجا دست شما خطأ مسلمانی کشته میشه، یا کافر مستأمن، یا مستأمن همونه که در دارالاسلام بیاد امان بگیره، یا کافری که با شما به هر حال معاهد هست. خب در این صورت مثل صورت اولی هست، هم دیه هست و هم چی هست؟ کفاره. الله می فرماید سورت سوم، و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر باشد از قومی که بین شما و بین آنان میثاق هست، معاهده هست، پیمان هست، فدیه مسلمه، پس دیه را تسلیم بکنید، الی اهله، به اهلش، چون با اونها پیمان دارید، و تحریر رقبه مؤمنه، و غلامی را آزاد کنید، رقبه مؤمنه را آزاد کنید. خب این هر دو، در هر سه صورت فتحریر رقبه مؤمنه بود. اما اگر شما مثل امروز نداشتید غلامی نبود، کفاره چی هست؟ الله می فرماید فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، هر کسی غلام نیافت پس روزه 2 ماه پیاپی، 2 ماه پیاپی روزه بگیرد، 1 روز قضا نشه، توبه من الله، یعنی برای اینکه رجوعی هست از جانب الله، شما به خدا برگردید، در کفاره این 2 ماه پیاپی روزه بگیرید. عنایت بفرمایید مسئله که مسئله روز است، میخوام خدمت شما عرض بکنم که امروزه قتل زیاد انجام میگیرد، قتل خطا. خب یک انسانی اگر از دستش انسانی کشته میشه، هم کفاره میده به ولی و به ورثه مقتول، و هم دیه میده و هم باید کفاره بده. اما در اتفاقات امروز بعضی وقتا در یک اتفاق خیلی افراد کشته میشه. مثلا یک راننده ای هست اشتباهی میکند 4-5 نفر کشته میشه، یا مثلا راننده اتوبوس هست
یک اشتباهی میکنه اتوبوس واژگون میشه، 10-15 نفر کشته میشه، 20 نفر 30 نفر گاهی در یک اتوبوس کشته میشه. خب اگر شما حساب بکنید 30 تا دیه که باید بده، دیه دیگه هر یکی جداگانه هست، برای هر وارثی بده. اما کفاره 30 کفاره میشه 30 تا 2 ماه. چند ماه میشه؟ 60 ماه. 60 ماه یعنی 5 سال تقریبا، درسته؟ 5 سال پی در پی باید روزه بگیره. این آدم داغون میشه. ببینید آیا راهی هست؟ علما در این رابطه بحث کردن، مجامع فقهی. من از مجمع فقهی اهل سنت ایران که سال گذشته در این مورد اینجا بحث کردن خدمت شما عرض می کنم. بسیاری از علما معتقدند که کفاره ها مدغم نمیشند، همونطور که هر مقتولی دیهش جداگانه هست، هر مقتولی چی؟ کفارش هم جداگانه هست. و بعضی معتقدند که کفاره ها چی میشند؟ مدغم میشوند، یعنی یک کفاره برای هر 20 تا 30 تا چی میکند؟ کفایت میکند. به هر حال یک مسئله هست، مسئله جدید که در قرآن و سنت نمونهش و عرض کنم که صورت مسئله وجود ندارد. این اجتهاد فقهای معاصر هست که بسیاری معتقدند که کفاره بده، همون یک کفاره رو بده و از الله عزوجل چی بکند؟ احتیاطاً استغفار هم بخواد، چون که این همه کفاره چی هست؟ مشکل هست، ممکن نیست. چون در بعضی جاهای دیگر کفاره ادغام میشه. مثلا شما یک جای قسم میخورید که از این خوراک نخورید، بعدا قسم میخورید که وارد این خانه نشید، چند تا قسم بخورید. الان اگر همه اینها را شکستید، یک کفاره برای همه قسمات چی میکند؟ کفایت میکند. اما در قتل چون میگه هر مقتول جدا هست، بعضی فقها میگن یک کفاره کفایت نمیکنه، بعضی اونجا قیاس میکنه میگه یک کفاره برای همه کفایت میکند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين